خب حالا این پایه دکلاره رو در نظر بگیریم. ما باید رنگسازی در نظر بگیریم برای این پایه که بتونیم رفله های زردیش رو بگیریم، چون یک مقدار زردی توی این مو و پایه دکلاره وجود داره. حالا میایم از چه رنگسازی برای زردی میگیریم؟ رنگسازی که توناژ بنفش داشته باشه و این بنفش باعث میشه که زردی این پایه دکلاره گرفته بشه. خب میایم از شماره 8 طبیعی یک کوچولو نقره‌ای به خاطر براقیت و یک کوچولو واریاسیون بنفش اضافه میکنیم. اینا رو با هم ترکیب میکنیم با اکسیدان 6% و روی مو میذاریم. رنگا رو اول خوب با هم ترکیب میکنیم، بعد 2 برابرش اکسیدان اضافه میکنیم و باز کاملا با هم دیگه مخلوط میکنیم و روی مو میذاریم. بعد در آخر نتیجه رنگساز رو با هم میبینیم. خب اول موامون رو نمدار میکنیم و شروع میکنیم رنگساز رو روی موامون میذاریم و تا 20 دقیقه بهش مکس میدیم. خب الان رنگسازمون رو روی موهای نمدار گذاشتیم و حدوداً 20 دقیقه بهش تایم دادیم. اونو میشوریم، خشک میکنیم و نتیجه رو به شما میگیم. خب این نتیجه رنگساز اول که براتون انجام دادم. N8 طبیعی، واریاسیون بنفش و واریاسیون نقره‌ای بود. هم براقیت خیلی زیادی داره، هم اینکه خیلی شیک و جذاب شده و اون زردیش کاملا گرفته شده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.